وقتی برام نمونده. وقتی نمونده تا به فکر این باشم که چطور اتفاق افتاد. همینی که هست. با تغییرات ژنتیکی کاری کردن که تو 25 سالگی عمر متوقف بشه. مشکل اینجاست که ما فقط 1 سال زنده میمونیم، مگه اینکه وقت بیشتری به دست بیاریم. زمان حالا واحد پول شده، به دست میاریم و خرجش میکنیم. آدم پولدارا میتونن تا ابد زندگی کنن و بقیه ما فقط میخوام وقتی بیدار میشم ساعت روی دستم بیشتر از 1 روز رو نشون بده. سلام. دیشب دیر اومدی؟ اضافه کاری میکردم. زمانش چی شد؟ اینهاش تو نیو گرینویچ میخوریم. Happy 50th. 50. That's right. 25 for the 25th time. Oh, I was sure I'd have a grandchild by now. Here we go. دختر بله مدام دربارت صحبت میکنه. واسه این کارا وقت ندارم. در ضمن چه عجله‌ایه؟ چقدر داری؟ کمتر از 3 روز. نصفشو باید بابت اجاره بدم. 8 ساعتشو واسه پول برق. هنوز قسط وام بانکم ندادم. میدونی که میتونم اونجا بیشتر در بیارم. میتونم میخوای مبارزه کنی؟ هیچ کس نمیبره. درست. یادت باشه که امشب نمیام. باید 2 شب تو بوتیک کار کنم. فردا میدونم. تو ایستگاه اتوبوس میبینم. تا اون موقع چیز زیادی برام نمیمونه. حتما میام. ویل، اگه از دستت بدم نمیدونم چی کار کنم. باید برم. بذار نیم ساعت واسه نهار بهت بدم. دوست دارم. تولدت مبارک. وقتی برگشتی جشن میگیریم. ویل یه دقیقه داری؟ چی داری میگی؟ تو خودت 1 سال وقت داری. نمیتونم ازش استفاده کنم. یالا ویل، منم خرج دارم. بده من. 5 دقیقه بهت میدم. حالا برو. چهار دقیقه واسه یه قهوه؟ دیروز که 3 دقیقه بود. فردا مثل 5 دقیقه. نمیخوای برو گم. 2 تا قهوه. امروز چند تا شیفت داری؟ 2 تا. خیلی هیجان زدم. اگه مثل بابات بودی وقت بیشتری گیرمون میومد. مبارزه نمی‌کنم. یکی دیگه، اونم وسط روز. امروز شیفت‌های 1 و 5 تا ساعت 17 اضافه کاری دارند. پس کارگران این شیفت‌ها به کار خود ادامه دهند. هی یارو این چیه؟ بقیه‌اش کو؟ جیره‌بندیه. اما شیفتمون اضافه کاری داشته. سهمت همینه. بعدی. شوخیه نه؟ بعدی. را بیفت دیگه برو. بازی میکنیم؟
دیگه وقت واسه این کارو ندارم. ای خدا رو شکر، چون از وقتی که بازی نمی‌کنی حاضر شدی؟ آمادم. به جون بیا بریم. بگیریدش! صبر کن، چی کار میکنی؟ میتونم از خودم مراقبت کنم. آره دیدم. از پسشون برمیام. بیا بریم. زود باش. وایسا. از این بر. عجله کن. بدو. برو تو. کجا داری میری؟ میدونم کی بردش. اونو میشناسم. کی بود؟ لعنتی. اینجا چه غلطی میکنی؟
پوز ساعتتو میدی؟ دیوونه شدی؟ هنری همیلتون. ویل سالاس. خدای من. بیشتر بخوری خوب میشه. فرقی نکرد. تا فردا صبح جا تمنه. بعد از اینجا میریم. اهل نیو گرینویچی؟ معلومه؟ نه. ظاهرا خودت هم کمک میخوای. نه ممنون. تو چند سالته؟ سن واقعی؟ 28. 105 سالمه. خوش به حالت. اگه حواستو جمع نکنی 106 سالگی تو نمیبینی. حق با توه. اما بالاخره خسته میشی. حتی اگه بدنت هم بتونه مغز دیگه کشش نداره. ما میخوایم بمیریم. باید بمیریم. مشکلت اینه؟ خیلی زندگی کردی؟ تا حالا کسی از دست دادی؟ خیلی‌ها باید بمیرن تا یکی جاویدان بشه. منظورتو نمیفهمم. واقعا نمیدونی، درسته؟ هیچ کس تا ابد زنده نمیمونه. باید چی کارشون کرد؟ مناطق زمانی برای چیه؟ فکر میکنی چرا همزمان قیمت و مالیات تو گتو بالا میره؟ هزینه زندگی هر روز بیشتر میشه تا مطمئن شی مردم میمیرن. چطوریه که بعضیا زیاد عمر میکنن و اکثر مردم فقط یه روز زمان دارن؟ میدونی چیه؟ زمان کافی هست. لازم نیست کسی قبل از موعد بمیره. اگه به اندازه من زمان داشتی روی اون ساعت باهاش چی کار میکردی؟ اون وقت انقدر نگاش نمی‌کردم. بذار یه چیزی بهت بگم. اگه اون همه وقت داشتم اصلا تلفش نمی‌کردم. استراحت کن. نگران نباش، ازت نمیدزدم. منم مال تو رو نمیدزدم. خیلی بهتر شد.
سلام ویل. سلام. بورل خونه است؟ آره. بورل اینو ببین. چقدر حیف که باید 25 سال صبر کنیم. میتونستیم الان خرجش کنیم. بورل اینجایی؟ ها. بهتره بری تو عزیزم. اینو ببین. از کجا آوردیش؟ از اون یارو تو بار. میخواستن بکشنش. همین جوری بهم داد. نتونستم کاری کنم، زمانش تموم شد. هیچکی همینجوری یه قرن به آدم نمیده. هدیه‌اش فقط این نبود. حقیقتا بهم گفت. تو نمیتونی نگهش داری. هی، داشتن اینقدر زمان به کشتنت میده. چند ساله با هم دوستیم؟ 10 سال. بیا. ده سال. تو مثل برادرمی. چی کار میخوای بکنی؟ میرم یه جای خیلی خوب. حالا میتونم مادرمو به نیو گرینویچ ببرم. من میرم بیرون. بدهی شما دریافت شد. 2 روز با تشکر. دیتون 2 ساعت. تا حالا که 1 ساعت بود. حالا دیگه 2 ساعت شده. از کی؟ از امروز. قراره پسرم رو ببینم، باقیشو اون میده. متاسفم خانم، نمیشه. خواهش میکنم. پیاده 2 ساعت راهه. 1 ساعت و نیم بیشتر ندارم. پس بدو. کمک! وایسید! وایسید!
13-0. بدشانسی آوردیم. آخرین باری که زنده دیده شده روی ساعتش 1 قرن زمان داشته. اینجا واسه یه هفته آدم میکشن. نظر من اینه که خودش این کارو کرده. جالبه. چند وقت محافظ زمانی؟ 5 سال. هر وقت 50 سال شد اون موقع نظر بده. مهم نیست که برای چی به اینجا اومده، مهم 100 سالیه که باش به اینجا اومده. باید شاهدی باشه. مطمئناً کسی چیزی ندیده. میخواین چیکار کنین قربان؟ کاری که همیشه میکنیم، دنبال زمان میگردیم. Hey Ray, I'll give you 10 minutes for an hour. When are you gonna get out of the game, Layla? You gotta be pushing 60. Thanks for letting everyone know. ببینم درست اومدن؟ معمولا از این منطقه کسی رو سوار نمی کنی. من گم شدم. لطفاً 1 ماه بپردازید. تا جایی که یادمه بیشتر از اینا بود. یه سال برداشت. یعنی به گرینویچ خوش اومدی؟ راستی اینجا چی کار داری؟ میخوام تمام داراییشون ازشون بگیرم. درخواستشو پس میدم. خانم زیاد مراقب خودتون نیستید؟ مطمئنی؟ هزینه یه شب چقدره؟ 2 ماه برای اتاق معمولی. یه سویت بده. برای بردن وسایل کمک میخواین؟ نه. خیلی سریعه. بایدم باشه. دوربینا نشون نمیدن جسد چطور تو آب افتاده. ما الان چی میدونیم؟ چی میدونیم؟ میدونیم که بیشتر دزدی‌ها تو دیتون برای چند ساعت یا یه روزه. اما این 1 قرن بوده. بیشتر از این زمان اینجا گردشی نمیبینن.
شاید مخفیش کرده. اونجا نمیتونی 100 سالو مخفی کنی. بیشتر از یه ماه داشته باشی مثل سگ بوشو حس میکنن. اون از این منطقه رفته. میشه 8.5 هفته. یه هفته‌ام برای خودت بردار. ممنون. تو اهل این اطراف نیستی مگه نه؟ همه کارات یه خورده سریعه. نه همه کارام. اون طرف خیابون چیه؟ یه کازینو. میشه رفت اونجا؟ نه با این لباسا. موفق بشید. قربان درست گفتید. اگه برگردیم به زمانی که همیلتون مرد و زمانا رو بررسی کنیم، یه نفر چند سال خرج کرده و از 4 تا منطقه زمانی عبور کرده تا از زیتون نیو گرینویچ اومده. دوربینا عکسشو به خاطر رفتار مشکوک گرفتن. اون دائم اطرافو میپاییده. محافظی هم نداره و میدویده. اگه اون زمان داشته باشه که لازم نیست بدوه. ترک عادت خیلی سخته. تونستید پیداش کنین؟ اسمش ویل سالاسه. میشناسیش؟ نه. پدرش یادم میاد. خوش آمدی. عصر بخیر. مطمئنم زمانم مثل بقیه است. البته که هست، ولی افراد غیر عضو باید 1 سال از عمرشون رو به صورت داوطلبانه هدیه کنن. چه بازی میکنی؟ پوکر. لطفاً از این طرف. محدودیت نداره؟ نه نداره. فکر نمی کنم قبلا شما را دیده باشم آقای سالاس. ویل سالاس. فیلیپ وایس. میبینم خیلی زمان ندارید. دارم با ارثی که به ام رسیده شرط بندی میکنم. شما محافظی نداری آقای سالاس؟ فکر کردم جمعمون دوستانه است. 50 تا شرط میبندم. تو باید جوون باشی. اگه مثل من 85 سال 25 ساله باشی و بدونی که یه خشونت کوچیک میتونه زندگی تو ازت بگیره، اون وقت قدر اون چیزایی که داری و میدونی. به نظر شما خیلی قدرشو میدونید. بالا میبرم. البته بعضیا فکر میکنن که این کار عادلانه نیست. تفاوت زمانی در مناطق رو میگم. آره شنیدم. آیا این یه حرکت منطقی به سوی تکامل ما نیست؟ و مگه این تکامل همیشه ناعادلانه نبوده؟ پس همیشه قدرتمندا زنده میمونن. شرط 2 قرن دیگه زیاد میکنم. اینم یه جور نظام سرمایه داری داروینیه. انتخاب اسلحه. دقیقاً. فقط قویا میمونن.
این دست ورقی نداری؟ بالاتر میبرم. ظاهرا که همشو گذاشتی. سیزده رقم. بازی خوبی بود. ریسک زیادی کردی. ریسک نبود. ببخشید اینو میگم. ولی میدونستم میبرم. خیلی گیج شدی ها؟ حتما میخوای بدونی اون خانم کیه که همراه منه. امیدواری که زنم نباشه. یه زمانی گفتنش ساده بود. به همین خاطر بهت میگم. خیلی زیبا. دخترمه. اگرچه خیلی شبیه زنمه. سیلویا؟ ویل سالاس. تبریک میگم آقای سالاس. تو یه عالمه از عمر پدرمو گرفتی. خب این کاریه که ما هم میکنیم. مگه نه عزیزم؟ فردا شب یه مهمونی داریم. شاید بهش فرصت بدی که چند سال عمرش رو ازت پس بگیره. با کمال میل. کارون آدرس رو بهت میده. شب بخیر آقای سالاس. سیلویا پیش محافظت بمون. پنجاه و 59 سال. به علاوه مالیات. و هزینه حمل و نقل. حمل و نقل؟ جایی که میخواین نمایشش بدین. نمایشش بدم؟ ولی میخوام باهاش برونم. ویل سالاس؟ اجازه بدین معرفی کنم. مادر زنم کلارا، همسرم میشل و دخترم سیلویا که قبلا به هم معرفی شدیم. از دیدنتون خوشحالم. بعداً میام دنبالت اگه بازی میکنی. حتما منتظرم. خوش میگذره آقای سالاس؟ بهم بگو ویل. مشکلی نیست کنستانتین. فقط یه نفر از شما محافظت میکنه؟ نه معمولا 2 نفرن. این باعث میشه به سختی با هم آشنا بشین. ما همیشه در خطریم. نظر شماست؟ نظر پدرم. میفهمم. خیلی چیزا برای باختن دارید. شما هم همینطور. کارت چیه ویل؟ هنوز تصمیم نگرفتم. آره چه اهمیتی داره؟ چرا عجله کنیم؟ درسته. وقتی این همه زمان دارم چرا باید عجله کنم؟ ولی یه کار میتونیم بکنیم. با هم برقصیم.
این تصاویر مال امشبه. یه ساعت دیگه اونجاییم. اینو ببین، همچین چیزی ندیده بودم. چی کار میکنی؟ ما تو آب نمیریم. تو دیوونه ای. این پشت خونه شماست و تا حالا نرفتی تو شنا کنی؟ بعد به من میگی دیوونه؟ خب منتظر چی هستی؟ سیلویا بجام، پس این که میگفتی کار احمقانه ای نمی کنن چی شد؟ I don't know you. We could change that. I get it. You're out here, all alone, with a stranger. Can't be too careful. Maybe you can. Sylvia! Sylvia! I have to go back. To what? You should go back. دخترمو ندیدی؟ چرا؟ با محافظاشه. پشت سرته. خدا رو شکر. خب بازی کنیم؟ مشکلی پیش اومده؟ قضیه چیه؟ معذرت میخوام مهمونی رو به هم زدم آقای وایز. میخوام با دوستتون صحبت کنم. دوست من؟ خیلی خوب. من ریمون لئون محافظ زمانم. منم ویل سالاسم. میدونم. اینجا چی کار میکنی؟ عوض کردن منطقه غیر قانونیه؟ نه غیر قانونی نیست. فقط کم پیش میاد. و اون زمانو بردم تو بازی. همشو؟ نه. یه مردی به اسم همیلتون یه قرن بهم داد. گفت دیگه بهش احتیاجی نداره. اون زمان خودش داد. هنری همیلتون 1000 سال زمان داشت و میتونست تا ابد زندگی کنه. میخوای باور کنم که اون با این شرایط میخواسته بمیره؟ انتظار ندارم باور کنی، ولی راست میگم. این یه هدیه بود. من دزد نیستم. اما اگه دنبال زمان دزدیده شده هستین باید اینا رو بگیرین. متوجهم. درباره عدالت حرف میزنی. خب من یه محافظ زمانم.
عدالت به من ربطی نداره. من فقط نگران چیزاییم که به من مربوط میشه. ثانیه ها، دقیقه ها و ساعت ها. حواسم به زمانه و این زمان اشتباهاً دست توه. اون زمان ازتون گرفته میشه به علاوه زمان خودتون. 2 ساعت وقت میذاریم برای زمان توقیف و بقیه مراحلش. چرا دارین درباره یه خودکشی تحقیق میکنید؟ اونم تو گتو که هر روز اتفاق میفته. جالب بود. یه نفر دیگم همینطوری حرف میزد. حدود 20 سال قبل. احتمالا خیلی جوان‌تر از اونی که پدرتو به خاطر بیاری. ترتیب انتقالتو میدم. به هر حال اینجا نیو گرینویچه. سیلویا، از پیش محافظات تکون نخور. او پدر، یه ارتش تو این ساختمونه. اگه نتونن حریف یه آدم بشن که باید بریم بمیریم. کنار. بذار زمین وگرنه شلیک میکنم. ممنون. از کجا میشه فهمید؟ یکم زمان بده. فکر کنم تو واقعا از گتو اومدی. تو چه میدونی که از کجا اومدم؟ یکم زمان بهم بده. ندم منم مثل همیلتون میکشی؟ یه ساعت بهم قرض بده. یه ثانیه هم بهت نمیدم. باید به حرف پدرم گوش میدادم. منو برگردون خونه، خواهش میکنم. نمیتونم. این چرا؟ تو زنده نگه هم میداری. اونو مخفی کن. اگه کسی ببینه میکشتت.
عالی کار کرد. شما یه ماشین خوشگل رو داغون کردین. ببین کی اینجاست. اون کیه؟ دخلش اومده. وقتی بفهمه مرده خیلی تعجب میکنه. خیلی بد شد. دوست داشتم به روش قشنگتری میکشتمش. دختره هنوز نفس میکشه. 10 سال داره. این مرد یه قن از من دزدیده بود. چیه؟ بعدا تقسیمش میکنی. مثل یه فرشته است که از آسمون افتاده. هی فورتیس ولش کن. فورتیس ببینمت. حالت خوبه؟ نه. چرا میخندی؟ ما نمردیم. آره ولی وقت زیادی نداریم. زمانم چی شد؟ من فقط نیم ساعت وقت دارم. خوش شانسی. دزدای زمان. تو گتو همه دزدن؟ ببین کی داره این حرفو میزنه. کمکم کن ویل. بذار حدس بزنم. از فکر تقسیم کردن زمان خوشت اومده آره؟ اینجا. نگران نباش، اولین باری نیست که اینقدر زمان داره. برای من اولین باره. بچه پر رو. باید چیکار کنیم؟ کاری که لازمه. به جون باید بریم. واحد کنترل یه روز زمان میخوام. انتقال زمان انجام شد. بازم زمانتون تموم شد؟ هنوز که زمان دارم و زندم. با توجه به اینکه اینجا جنازه‌ای نیست میتونم بگم که اونا هنوز زندن. ازشون دزدی کردن. بیشتر از چند دقیقه زمان ندارن. اون برمیگرده به جایی که ازش اومده. خب جستجو رو از کجا شروع کنیم؟ جستجو نمی کنیم. خودشون میان پیشمون. بورل در رو باز کن، منم ویل. گرفت. بورل کجاست؟ اون مرد. مرده؟ چرا؟ تو بهش 10 سال دادی. باعث شدی 9 سال از عمرش رو خرج مشروب کنه. خدایم. متاسفم گرتا. خداحافظ بیل. فقط چند دقیقه داریم. اینطوری رفتار نکن. لطفاً. منظورت چیه؟ ساکت باش. ما داریم میمیریم ویل. میخوای که بمیری؟ خفه شو. امیدوارم اصل باشن. بدو. خواهش میکنم. 1 ساعت دیگه برگردیم. غیر ممکنه. بیا. دو روز بابت اینا میدم. اونا الماسن. یا 2 روز میگیری یا میشی یه جنازه خوشگل. قبوله.
صدات در نیاد. زمانمو بده. بریم. فکر کنم به آرزوم رسیدم. یه کار احمقانه کردم. اسم تو روی کلی ساختمونه. نصف پدرم. اون چقدر میارزه؟ چند قرن. فکر میکنی چقدر میده تا برگردی؟ خجالت سرت نمیشه نه؟ هی. لطفاً 1 دقیقه بپردازید. شماره‌شو بگیر. زود باش. بله. آقای وایس، گوشی رو بده به محافظ زمان. سلام ویل. چقدر زمان میخوای؟ 1000 سال. اونقدر زنده نمیمونی تا مصرفش کنی. اونو تو تایمز لاین دیتون توضیح کن. تا فردا بعد از ظهر دختر خونه است. ویل، برات متاسفم ویل. تو مثل پدرت حرف میزنی، مثل همونم میمیری. پدرم توی مبارزه وقتی میخواست از یه نفر زمان بگیره مرد. نه، جرم اون گرفتن زمان نبود. اون با چیزای خطرناکتری سر کار داشت. لطفاً اشتباهی پدرتو تکرار نکن. دیتون، پدرا پلازا. اونجا رو بلدم. توزیع 1000 سال در تایملاین. این که چیزی نیست. به خاطر دخترمونه. نه، به خاطر اوناست. این دیوونگیه. اونا میتونن زمانتو ازت بگیرن. شایدم تو بگیری. دیوونگیه. آره، دیوونگیه. ایران فیلم. تا طلوع آفتاب اینجا میمونیم. جامون امنه، طول میکشه تا پیدا میکنن. اینجا خونه توه؟ آب سرده ولی از هیچی بهتره. میتونی لباساتو عوض کنی. خانوادت کجان؟ زمان مادرم تموم شد. این لباس اونه؟ آره. پدرت چی؟ وقتی بچه بودم مرد. اون یه مبارز بود. قدرتمند بود. قوی ترین نبود ولی میدونست چطوری برنده شه. تو چی؟ نشونت میدم. کاری که میکرد این بود که اجازه میداد دستشون رو بذارن. بعدش میذاش زمانش رو بگیرن. چون اون میدونست وقتی به آخرین لحظه های زمانشون میرسن و فکر میکنن که تمومه، شروع میکنن به نگاه کردن ساعتت و یادشون میره که به ساعت خودشون نگاه کنن.
تو مبارزه مرد. فکر کنم کشته شد. به خاطر اینکه چیزی که برنده شده بود و اهدا می‌کرد. اون فقط بهشون زمان نمیداد. امید هم میداد. چند وقته که این سنو داری؟ 3 ساله که 25 سالمه. من 2 ساله. چطوری بود وقتی ساعتت شروع به کار کرد؟ من توی خیابون بودم. یه دفعه پرتم کرد. 1 سالم و 1 هفته ای از دست دادم. بدجوری بدهی داشتم. بعد از اون روز به روز زندگی میکنم. برای من کاملا فرق داشت. منو بیدار کرد. با آینه نگاه کردم. فکر کنم همه این کارو میکنن. تا آخر عمرت همین شکلی خواهی بود. پدرم هدیه تولد بهم یه 10 داد. باید ازم متنفر باشی. از جایی که اومدم. اینکه چطوری به دنیا اومدیم تقصیر هیچ کس نیست. یه دقیقه دیگه باز میکنن. ببینم پدرت چقدر سخاوتمنده. محافظای زمان نمیذارن این کارو بکنه. این حرفو نزن. فکر کردی پدرم چطور این همه ساختمون ساخته؟ با از دست دادن هزاران سال؟ حالا چی؟ میتونی بری. خیابون شلوغه. میتونم بدون دیده شدن برم. چقدر داری؟ 11 ساعت. چجوری با این زمان کم زندگی میکنن؟ معمولا نمیخوابن. زنگ بزن و کمک بخوام. من از اینجا مراقبتم. گوش کن. تو میتونی مبارزه کنی. میتونم بگم فرار کردن به اینجا نقشه من بوده. پدرم حتما اینو باور میکنه. اون آدم با نفوذیه ویل. میتونه برات وکیل بگیره. میتونه با محافظای زمان کنار بیاد. مطمئنم اون محافظ زمان با هیچ کس کنار نمیاد. میخوای چی کار کنی؟ دزدی؟ چیزی که دزدیده شده رو بگیرم دزدیه؟ بیا، محض احتیاط. منم همینجا میمونم. لطفاً 1 دقیقه بپردازید. پدر، تو نمیتونی حتی یه ثانیه هم به دیگران اهدا کنی؟ البته از شما بعید نیست. شنیدی چی گفتم؟ ویل، مراقب باش!
متاسفانه ما معمولا زمان زیادی با خودمون حمله میکنیم تا دزدایی مثل شما تشویق به دزدی نشن. فکر کن یه هدیه است. عجله کن ویل. فقط ترسوندمش، نمیخواستم بزنمش. هر دو تا کارو کردی. میتونی ازم تشکر کنی. ممنون. چقدر داری؟ 9 ساعت. چرا همه زمانش رو ازش نگرفتی؟ اونا هم روز به روز زنده. کلی طول میکشه تا پیداش کنن. ممکن بود اونجا بمیره. هنوزم ممکنه. اونا فکر میکنن تو با منی. آره. گند زدیم. به دنیای من خوش اومدی. برید کنار. زخمی شدی؟ نگران بودم زمان نداشته باشی. از کجا آوردیش؟ باید چیکار کنیم؟ نمیتونیم با این ماشین این ور اون ور بریم. ماشین پلیسه. پس یکی رو دستگیر میکنیم. سرعتم زیاد بوده؟ نه به اندازه کافی. اشتباهت این بود که وایسادی. خب بذار ببینم اون پشت چی داری. احتمالاً یکی دو سالی اضافه تو دست و بالتون هست. خودش شلیک شد. میخواستم کمک کنم. زود باش. باید بگم یا پولتو بده یا جونتو، اما پولت همون جونته. پس چطور رود میشه از من دزدی کنی؟ فکر نکن یه نیست. فکر کن داری میبخشیش. بعد میدونم ضرری بهتون بزنه خانم. یه روز. یه روز؟ نکنه دیوونه ای؟ اما یه روز خیلیه. چه خوشگله. اینم طلب من. لازم نبود. تو بیرون. بیل سالاس، مظنون اصلی قتل هنری همیلتون به همراه سیلویا وایز، دختر سرمایه‌دار معروف فیلیپ وایز، در حال فراره. به همه شهروندان توصیه میشه چه به هم میایم؟ نگفت با هم هستیم. و نگفت نیستن. یادت رفته به یه پلیس شلیک کردم؟ چقدرم بد شلیک کردم. اولین بارت بود. هی میتونی بگی مجبور شدی. من مجبورت کردم. حالا هم میتونی برگردی. برگردم کجا؟ برگردم و همه عمرم رو تو اشتباه زندگی کنم؟ از نظر خیلیا بودن تو این وضعم اشتباهه. من فرصت انتخاب ندارم. فکر میکنم منم فرصتی ندارم.
باید بهتون اطمینان بدم که هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. هیچ پولی پرداخت نشده. منطقه شما در معرض خطره. خطر میتونه گسترش پیدا کنه. زمان زیاد در جای نامناسب بازار رو خراب میکنه. این وضعیت گروگانگیری به سرعت حل میشه. قربان، همه چیز تحت کنترله. با تماس میگیرم. محافظ زمان، بعد از این حادثه یه تأسف بار ضرورتی نداشت که شخصا به اینجا بیایید. متاسفانه باید بگم که ضروریه. در مورد آزادی دخترمه؟ با عرض پوزش قربان، مثل اینکه خودش نمیخواد نجات پیدا کنه. آقای لون، ریموند، میشه ریموند صدات کنم؟ من خودمو مقصر میدونم. اون مرد رو به خونم دعوت کردم. زمان زیادی داشت. از کجا باید میفهمیدم؟ البته سیلویا با بی‌ملاحظگیش باز این اتفاق شد. برای همین همیشه حواسم بهش بوده. ولی واضحه که اون کاملا تحت کنترل ویل سالاسه. اگه مشکل منابع است، من خوشحال میشم بتونم باهاتون همکاری کنم. دستمزد محافظین زمان خیلی کمه. من دستور بازداشت دخترتون رو دادم. اگه باهاتون تماس بگیره و به هر نحوی کمکش کنین، دستور بازداشت شما رو میدم. چیزی نیست که نتونم بخرمش. حالا چند سال براتون کافیه؟ چیز زیادی نداری. فکر نکنم بتونه مفید باشه. شب خوش. به این میگن ماشه. فشارش نمیدی مگه اینکه بخوای به چیزی شلیک کنی. میخواستم شلیک کنم. درسته. اگه یه عالم زمان داشتی اونو به کسی میدادی؟ من فقط یه روز دارم. چقدرشو میخوای؟ وقتی همه اطرافیانت میمیرن بازم میتونی زندگی کنی؟ نگاه نمی کنم. چشمامو میبندم. بگو چقدر زمان میخوای؟ من یه ماه وام میخوام. بهرش چقدره؟ نرخ امروز 30%. نمیتونم پسش بدم. میتونیم با هم کنار بیایم. خانم‌ها و آقایون، خوشحالم به اطلاعتون برسونم که بانک وایز در حال حاضر بدون هیچ بهره‌ای به شما وام میده. به همتون. میتونید یه روز برای خودتون بردارید. یه ماه، حتی یه سال بردارید. زود باشید از خودتون پذیرایی کنید. بجنبید. هر چی می‌خواید بردارید، مجانیه. هیچکی به ساعتش نگاه نمیکنه ها؟ متفرق شین وگرنه هر چی زمان دارین توقیف میشه.
فکر کرده بانک جاپار کم میده. برگرد. تکون نخور. من چیز زیادی ندارم. هر چی داشتم قبلا گرفتم. میدونم. بله قربان، اینو میدونم. چندین سال زمان اونجاست که نباید باشه. جلوشو میگیرم قربان. چرا اون نمیفهمه که به هر کی میخواد کمک کنه صدمه میزنه؟ نگاش کن. خیلی خوب، حالت چطوره؟ خوبم. حال اسلحه هم خیلی خوبه. کاری نکن که پشیمون بشی. عجب غلطی کردم. 30 سال حروم شد. امروز سیلویا وایز مقداری از میراث پدریش را از او گرفت. زمانی که او به همراه ویلستالاس به بانک زمان پدرش دستبرد زد، برای 6مین بار در طول یک هرچی خواست بهش دادم. حالا میخواد منو بکشه. تو اونو کشتی فیلیپ. تو اونو خفه کردی. هممونو خفه کردی. ببینم. خوب بود. فقط نه به خوبی این. اوه. یادم رفته چطوری بازی کنه. Why did I play strip poker with you? Why did you? قربان، هنوز اونجان. چطور میدونستین؟ جاییه که ساعت‌ها و روزها بوده. همشو اینجا خرج کرده. منم بودم اینجا قایم میشدم. Put your clothes on. هی وایسا. ما گیر افتادیم. نه نیفتادیم. بپر، اونا نمیپرن. ما میپریم. بدو. ببین اونا نمیپرن. تو هم با این نظریه هات. لعنتی. اینجا برو.
قول میدم از ما زودتر خسته میشه. مطمئنی؟ نه. برو. نمیتونم. میتونی برو. حالتو گرفتم. صبر کنید. به نظر آشنا میاد. حالا چطور؟ به سنتری خوش اومدین. سلام، ما دنبال یه جای آروم برای موندنیم. چند تا اتاق؟ همشونو. به امید یه اقامت طولانی اومدیم. میشه به کارکنان اینجا اعتماد کرد دیگه نه؟ مطمئناً میتونین. متاسفم اتاق خالی نداریم. هیچ کس جایی نمیره. با همتونم. میدونین من دنبال کیم؟ دنبال کسیم که به این مرد یه ماه داده و زمان تک تکتونو تا آخرش میگیرم، تا زمانی که چیزی که میخوامو بهم بگی. چیزی نمیشنوم. صفرش کن. یه لحظه صبر کنی. خواهش میکنم. ببین من نمیدونم اونو کجا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. مطمئنم بعدی تویی. بالاخره یه پسر عاقل پیدا شد. جایزه رو با هم شریکیم؟ دوست جوون من، جایزه هم میگیری. بریم. 10 سال. That's insulting. If they catch us, there's no way they won't kill us, is there? You regret this? You saved my life. When? Now. And every day since I met you. You forget I almost got you killed a few times too. Well, I'm willing to overlook that. Hey! دختر کوچولوی پول داره بیچاره. فرصت نشد درست حسابی. به خاطر زمان ازت تشکر کنم. تعجبی نداره که موندین. زندگی همینه، مگه نه؟
اینجا ما دست از زندگی کسی بر نمیداریم تا بمیره. اینجا راههای زیادی برای مردن پیدا میشه. اما اینجا قبل از مردن باید رقصید. البته از دیدن این دوستت بی اندازه خوشحال شدم. تو کلی دردسر درست کردی که یه جوری کار منه. محافظین با من کاری ندارن چون من خط قرمزهای خودم رو دارم. من از آدمای خودم میدوزم. هیچ دوست ندارم کسی کار منو خراب کنه. از خوششانسی شما دوست ندارم با خونسردی آدم بکشم. میکشم ولی خیلی خوشم نمیاد. من میگم تو لیاقت مبارزه رو داری. تا صفر میجنگیم. فایدهش چیه؟ ببازم میمیرم، ببرمم میکشنم. اگه نجنگی الان میکشمت. و اون؟ بعد از تو نوبت اونه. و آره البته زمانش. بعدش هم جایزه درست کردن اوضاع دنیامو میگیرم. از این ور. تمام زمانی که گرفته. منظورتون زمانهایی که داده نیست قربان؟ حتی به شما؟ من 50 سال عمرمو وقف این کار کردم. نمیخوام ببینم تمام اون زمان هدر رفته. حالا برو. ببخشید اینا گردن شما افتاد. اما تا فردا وقت ندارید اینجا وایسین. لعنتی. تمومه. همه چی خراب شد. حداقل تلاش میکنیم. نه متوجه نیستی. تنها کاری که اونا میکنن اینه که هزینه ها رو زیاد کنن. 100 سال، 200 سال، 1000 سال کارش نمیشه کرد. حالا چی؟ بیخیال شیم؟ ما نمیتونیم پیروز شیم. نمیتونیم ضربه بزنیم. زمانی که میگیریم فایده نداره. پس چی؟ چقدر کافیه؟ 1,000,000 سال.
انقدر با خودت داری؟ فکر کنم همین قدم طول بکشه. تسلیم میشیم. وایسا. من سیلویا وایزم. میخوام تسلیم بشم، ولی فقط جلوی پدرم. سیلویا. سلام بابا. از آخرین بار محافظات بیشتر شدن. خودت باعث شدی. یکیشونم زیاده. اسلحه ها رو بندازید الان. گوش کنید. بهتره راه بیفتیم. دزدی از پدر خودت؟ دزدی از چیزی که قبلا سرقت شده. رمزش چیه؟ تولد من که نیست. فکر کنم از اون روز کاملا متنفری. آره پدر. امتحان کن. 12/2/1809. تولد داروینه. درسته؟ فقط قویا میمونن. برای رسیدن به این قرنها صرف شده. ببینم چی گیرمون میاد. زمان با ارزشیه. پس واقعا یکی هست که 1,000,000 سال زمان داره. این اولیش نیست، آخریش هم نخواهد بود. میدونی اون چقدر به درد میخوره؟ میدونم که چقدر زیان باره. سعی کن درک کنی حتی اگر به همه 1 سال بدی فقط درد و رنجشون رو طولانی تر میکنی. طول عمرشون رو بیشتر میکنی. وجود 1,000,000 سال توی منطقه اشتباهی سیستم رو زمینگیر میکنه. امیدوارم. ما نمیخوایم اینطوری زندگی کنیم. ما نمیخوایم ابدی باشیم. ولی میخوام بدونم که یه روز تو عمر زندگی کردی؟ پس اینطور تو ناراحتی که برای یه نسل توازن ایجاد کردم. 2 نسل. اما خودتو گول نزن، آخرش عوض نمیشه. چون همه میخوان تا ابد زندگی کنن. فکر میکنن شانس ابدی بودن رو دارند، هرچند تمام شواهد عکسشو نشون میده. فکر میکنن که استثناءن، ولی حقیقت اینه که برای تعدادی که میخوان ابدی باشن خیلی ها میمیرن. هیچ کس نباید ابدی بشه، حتی اگه یه نفر به خاطرش بمیره. چی بود؟ چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ حتما اشتباه شده. الان 1,000,000 سال از نیو گرینویچ خارج شد. اشتباهی نیست. باید اشتباه شده باشه. اشتباهی نیست. کار اوناست. یه ماه بردار.
مرکز چی میبینی؟ اطراف ساختمون رفت آمد زیاده. دنبال کنترین ماشین بگرد. وقتی 1,000,000 سال زمان داری مطمئناً عجله‌ای نداری. اگه جواب بده. اگه جواب بده باید بیشتر گیر بیاری. دیتون تنها جایی نیست که میتونه از چند سال بیشتر استفاده کنه. سهم امروزمو ارسال کنی. برش کن. پیداش کردم. دستور رو مخابره کن. شلیک به محض رویت. در نیوگرینویچ این خلافه. راست بذار 1,000,000 سال از منطقه خارج شه. اون زمان نباید از منطقه خارج بشه. شلیک کنید. نزدیک شدیم. مشکلی نیست. دیر کردی. یه دقیقه میخوای؟ برو. ذخیرمون کجاست؟ دیر شده. وقت زیادی از دست دادی. تو هم داری از دست میدی. راهو باز کنید. برو کنار. کنار. بیا بیرون. باید برسیم به لیوینگستون. موفق میشیم. واقعاً؟ خوبی؟ خوب در میری. تو هم همینطور. تو اهل اینجایی نه؟ خیلی وقت پیش بود. آره. یاد گرفتم چجوری در برم. و حالا مطمئن میشی کسی در نره. این وظیفه منه. من ساعت رو ننداختم. نمیتونم برش گردونم. به جریان میندازمش. محافظشم. وقتو نگه میدارم. یکم از وقتی که قرض گرفتی میخوام. مگه اینکه بخوای تو راه اعدام ما رو بکشی. زمان
وقت کافی نداریم. یکیمون میتونه موفق شه. مال منو بگیر. تو مال منو بگیر. نه. تو میتونی موفق باشی. من به اونجا نمیرسم. نه. آره. نه. زمان هست. چی؟ زمان وقت نگهدار. بدو. 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 زمان لازم دارم. چقدر وقت داریم؟ یه روز کافیه نه؟ قربان یه کاری انجام بدید. کار انجام شده. اینها تصاویر زنده از شهر دیتون هستند. مردم به خیابانها ریختند. زمان زیادی از چرخه دزدیده شده. کارخانجات در دیتون متروک شدند و همکنون مردم در حال گذر از مناطق هستند و تقریبا وارد نیو گرینویچ شده. بر حسب ادعای مقامات آنها وضعیت را تحت کنترل دارند ولی ترس از فروپاشی سیستم وجود دارد. شما را از گسترش این جریان با خبر خواهیم. منطقه 8 از دست دادیم و 10 دارن پخش میشن. دستور چی قربان؟ مرخصید. هنوز اثری از سیلویا وایز و ویل سالاس فراری دیده نشده. مقامات هنوز از عموم مردم تقاضای کمک دارند تا این جنایتکارها رو به دست عدالت بسپارن. گفتم بانکای بزرگتری هم هست. اگه نبود شغلتو از دست میدادی.